پروردگارا، رمضانی را که بر ما نصیب گردانیدی، رمضان هدایت یافتن گمراهان، قبول توبه گناهکاران، قوت ایمانی ضعیف ایمانان، یقین حاصل کردن شکداران، قبول شدن عبادت بندگان، اجابت شدن دعای دعاگویان، شفا یافتن بیماران، نجات یافتن قرضداران، آزاد شدن اسیران، صاحب فرزند شدن بی فرزندان، حاصل شدن امید امیدواران، به مراد رسیدن نامرادان، روا شدن حاجت محتاجان، چاره یافتن بیچارگان، آباد شدن خانه های خانه ویرانان، آسوده شدن خاطری پریشان خاطران، به منزل رسیدن مسافران، سرجمع شدن غریبان، به دیدار یکدیگر رسیدن درافتادگان و رمضان رضایت را به دست آوردن نسل انسان قرار بده و صلح و ثبات، وحدت و یکدیگر فهمی، تنجی و آرامی، آسودگی و آسایشتگی را در بین تمام مردم دنیا ولی خصوص در ممالک ما پایدار بگردان. حسبنا الله و نعم الوکیل. بسم الله توکلت علی الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برادران و خواهران اهل اسلام، از همه شما خواهش آن را داریم تا اینکه در وقت نماز عبادت‌های خود در حق بنده نیست ادعای خیر کنیم که الله تبارک و تعالی از کبر و غرور، از کبر ریا کردن و حق مردم خوردن و از وسواس شیطان دور گرداند.